بلند صلوات بفرستین، مگه نون نخوردین؟ عزیزم مگه چیز خنده‌داریه بلند بگو ما هم بخندیم. چشمم روشن، گوشی آوردی مدرسه؟ بده میرم. فردا میرفتم صورت جلسه‌اش کردم تو آخر سال به دادارش حالیت میشه. عزیزم کمتر تو را بدو کن، کلاس بغلی داره تدریس میکنه ها. چه خبرتونه؟ یکم مراعات کنید، از اداره اومدن واسه بازدید. اصلا چه معنی میده یه پای نهمی با یه پای هشتمی دوست باشه؟ شاید فاطمه آرنگ بخواد بپره تو چاه، تو هم باید بپری؟ ببینم ناخوناتو. باز که ناخوناش بلنده، مگه نبهت گفتم ناخوناتو بعد کوتاه کنی؟ بخشنامه جدید اومده. ریش و سیبیلی تو که نزدی؟ نه به خدا. ماشین حساب آینه دار، زود باش تبریک بده ببینم. عزیزم مدرسه قانون داره. دختر جون کو لباس فرمه؟ خانم به خدا هیچی نگو، نمیخوام صداتو بشنوم. همین الان میری دفتر تا زنگ بزنم اولیات ببینم واسه چی لباس فرم نپوشیدی. برو نگاش ببینم. خانومم مقنعتو بکش جلو، مگه اومدی عروسی؟ نگاه آستیناش